به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی شیرین و زیبا شروع میکنیم. کتابی در حوزه یوگا و مانتراهای یوگا هستش که این کتاب از زبان هندی به زبان فارسی ترجمه شده، پر از کلمات سخت هندی و اصطلاحات سخت هندی در زمینه یوگا هستش. امیدوارم که با من همراه باشید تا این کتاب رو با هم کشفش کنیم و خوشتون بیاد و برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب یوگا سوترهای پتنجلی، 4 فصل رهایی، سوامی ساتیاناندا ساراسواتی، برگردان جلال موسوی نسب و آناندا جیوتی هستش. این کتاب توسط نشر فراروان در سال 1379 در تهران چاپ شده. کتاب بسیار زیبایی هستش. حتما بهتون توصیه میکنم برای خودتون بگیرین. 3-4 مرتبه که بخونین با اصطلاحات هندی آشنا میشین، ولی به شدت لذت بخش این کتاب. با من همراه باشید تا این کتاب رو با هم کشفش کنیم. ابتدا فهرست مطالب رو برای شما میخونم و بعد کتاب رو با هم شروع کنیم. پیشگفتار، سخنی با خوانندگان، مجلس پاندیت ها، ساختار متن، سامادهی پادا، تمرین‌های روحی مقدس، قدرت‌های مقدس روانی، وحدت مقدس، یوگای پتنجلی، یوگا کنترل الگوهای خودآگاه است، یوگا سوتره، تفسیرها، مراحل 8گانه، وضعیت‌های یوگا، آسانا، پرانایاما، جمع حواس، جدایی ذهن از محسوسات، مراقبه، سامادهی، مراحل 8گانه برای طالبان پیشرفته، تکنیک‌های مشترک یوگا، یوگا ادامه مرحله ویوگا، طبیعت ذهن، مافوق روان، روش برتر علم رواندرمانی و روانتنی، لزوم این تفاسیر، فصل اول سوتره 1 تا 51، فصل دوم سوتره 1 تا 55، فصل سوم سوتره 1 تا 56 و فصل چهارم سوتره 1 تا 34 هستش. با من همراه باشید تا با هم شروع کنیم به گوش کردن و خواندن این کتاب. از فصل وضعیت‌های یوگا من شروع می‌کنم به خواندن. آسانا. پتنجلی در تعریف آسانا وضعیت‌های یوگا هستش. میگوید وضعیت راحت و استوار نشستن. این تعریف شامل تعداد کمی از آساناهای یوگا مانند وضعیت نیلوفر، وضعیت استاد و غیره می شود. او اضافه می کند هدف از یوگا برقرار کردن تعادل بین انگیزه‌های متضاد عصبی است، مانند احساس‌های متضاد درد و لذت، گرما و سرما، گرسنگی و سیری. پرانایاما، تمرینات کنترل تنفس برای تمرکز روی بدن پرانیک است. این تمرینات سبب کنترل و یکجهت شدن ذهن می‌گردند. جمع حواس، برای کنترل و منحرف کردن گرایش‌های ذهنی که به سمت خارج ذهن می‌روند، از تمرین‌های جمع حواس استفاده می‌شود، به ترتیبی که هوشیاری به درون تغییر جهت دهد. کسانی که با تجارب حسی اغتشاش ذهنی دارند نمی‌توانند به کاوش درون بپردازند. روش‌های جمع حواس مانند سکوت ذهن، ذکر ممتد، خیره شدن به شعله شمع و غیره در جمع حواس به این گونه افراد کمک شایان می‌کنند و در مراحل بالاتر از جمع حواس سبب قطع احساسهای ذهنی و روانی می‌شوند. جدایی ذهن از محسوسات، برای این مرحله واژه دهارانا به کار برده شده است که معنی آن تمرکز ذهن می باشد. این حالت
مرحله قبل از مراقبه است و به ثابت نگاه داشتن آگاهی روی یک موضوع درونی و خارج کردن موضوعات دیگر از ذهن مربوط می شود. زمانی که این مرحله با موفقیت انجام شود، تمام آزارها و فشارهای خارجی از بین می روند. با این حال ذهن سرگرم مشغولیات درونی به طرف محفوظات، خاطرات و یا آینده نگری است. کوشش ذهن یا برای احیای تجارب خوب گذشته می باشد یا گرفتار تجارب بد است و یا در حال برنامه‌ریزی برای آینده است. برای یکسویه کردن ذهن روش‌های گوناگون به کار گرفته شده است. مذاهب به طور کلی ضمن آیین‌ها و تشریفات مذهبی و مراسم کلیسایی، اوراد خواندن و سایر عبادات سعی بر یکسو کردن ذهن دارند. پتنجلی توصیه می‌کند که برای تمرکز درونی از یک نماد استفاده کنید. این نماد می‌تواند تصویر، الهه، سالک یا حتی هر چیز دیگر مانند انگشت شست دست یا شست پا باشد. من هر کلمه رو با اسپلی که روش هستش میخونم. در تلفظ فارسی نماد هستش ولی اینجا از نماد استفاده کرده. فقط باید نمادی را انتخاب کنید که توجه شما را به خود جلب کند یا با طبیعت و هویت شما متناسب باشد. سمبل روانی در برابر چشم بسته در شید آکاش تحریزی می شود. این سمبل باید به گونه‌ای انتخاب شود که بتواند تمام هستی و وجود را جذب کند و پرتوجو در آن مستهلک شود. باید از جاذبه خود به خودی بهره مند باشد. در غیر این صورت ذهن شخص آشفته می شود. این تمرکز نیاز به تمرین مرتب دارد تا به تدریج شخص بتواند زوایای عمیق‌تر ذهن را مشخص کند. سمبل در ارتباط با طبیعت خود خرد را ظاهر می کند. شخص خود به خود به سوی جمع حواس و تمرکز درونی حرکت خواهد کرد. مراقبه ادامه جمع حواس مراقبه است و زمانی حاصل می شود که پرتوجو توان نگه داشتن یک جریان ثابت و ممتد را برای مدت زیادی به طرف سمبل درونی حفظ کند. ذهن در اطراف یک الگو قالبگیری می شود. سامادهی جریان هوشیاری اغلب با یک جریان گرم روغن مقایسه می شود. جریانی که معمولاً از دوگانگی بیننده و دیده شده آغاز می شود و به یک وحدت و ادغام یعنی تبدیل به واحد منتهی می گردد و حالت فنا دست می دهد. پتنجلی حالت فنا یا حالت مافوق را اینگونه توصیف می کند. موقعی که حواس پنجگانه و ادراک در استراحت هستند، حتی وقتی که عقل از کار کردن باز می ایستد، به گفته خردمندان حالت مافوق اتفاق می افتد. سپس تغییرات و تبدیلات ذهن اما از درونی یا بیرونی به توقف کامل می رسند. تنها چیزی که باقی می ماند هوشیاری است. سامادهی حالتی است که درک نفس به همراه دارد. در گیتا آمده است موقعی که عقل با شنیدن عبارات کتاب مقدس در سامادهی بی حرکت است، شما خویشتن خویش را درک خواهید کرد. یکی از شیواترین و روشنترین تعاریف سامادهی یا فنا عبارت است از 12 دوره طولانی پرانایاما که به جمع حواس راهنمایی می شود. 12 دوره طولانی جمع حواس که به تمرکز هدایت می شوید. 12 دوره تمرکز و 12 دوره مراقبه راهنمایی به سامادهی یوگا شورامانی اوپانیشادا. مراحل 8گانه برای طالبان پیشرفته. مراحل پیشرفته یوگای 8گانه برای پرتوجویانی که مشکلات و درگیری‌های ذهنی را از بین بردن مفید است، نه برای طالبینی که در حد متوسط قرار دارند.
پرتوجو ابتدا باید مراحل 8 گانه را آغاز کند و آمادگی کامل برای انجام آنها پیدا کرده باشد. سوتره‌ها ادامه متن‌ها و آموزش‌های مقدماتی هستند. در هاتا یوگا پرادیپیکا آمده است. سپاس شیوا را که هاتا یوگا را همانند راهنمایی که انسان را تا صعود به قله راجا راهنمایی می‌کند آموزش داد. اغلب مردم به خاطر اغتشاش‌های فکری و درک قادر به انجام تمرین‌های راجا یوگا نیستند. یک مؤلف می‌گوید هاتا یوگا همچون مشعل فروزان جهل را می‌سوزاند. قبل از شروع راجا یوگا مهارت در هاتا یوگا و پرانایام ضرورت دارد. بدون این آمادگی در سیستم پتنجلی هیچ پیشرفتی به دست نمی آید. اگر پرتوجو با افکار آشفته تمرین‌های پیشرفته را شروع کند به جای سود زیان خواهد بود. تنها زمانی که ذهن خالی از اضطراب باشد محدود کردن ذهن امکان پذیر است. له کردن سوسک‌هایی که تمیز ماندن خانه را به خطر می‌اندازند از عهده هر کس برمی‌آید، اما رام کردن فیل وحشی در توان هر کسی نیست. به طور قطع در مورد افکار و خواهش‌هایی که هنوز در ذهن بیشتر افراد وجود دارند نمی‌توان توصیه کرد که آنها را با زور از بین ببرند. اجرای اصول اولیه یوگا همچنین برای افراد متوسط سخت است. اصول واجبات و اجتناب برای پرتوجویانی است که تا حد امکان الگوی نامناسب و کارماهای خود را از بین بردند. به عنوان مثال بعضی سعی می‌کنند که پرهیز از شهوت را خودسرانه انجام دهند. آنها خود را گرفتار مشکلات عصبی خواهند کرد. این اجتناب نیاز به ذهن تصفیه شده دارد، چون مراحل 8 گانه پتنجلی برای پرتوجویان پیشرفته است. لذا مبتدی در آغاز باید برای تصفیه ذهن از طریق تمرین‌های هاتا یوگا، کارما یوگا، بهاکتی یوگا و سایر تمرینات تمرکزی اقدام کند. بعضی از تکنیک‌های مشترک در متن می‌توانند پرتوجو را برای تمرین‌های مراحل 8 گانه و ملاقات با پرتوبخش برای تعلیم شخصی آماده کنند. تکنیک‌های مشترک یوگا. مسیر یوگا که به وسیله پتنجلی تنظیم شده فقط محدود به 8 مرحله نمی‌شود، بلکه روش کاملی است که تمرینات دیگر یوگا را نیز در بر دارد. تکنیک‌هایی که پتنجلی ارائه می‌دهد در سطح بسیار گسترده است. این تکنیک‌ها به توازن و هماهنگ کردن ذهن کمک می‌کنند. توضیحات و توصیفات او در مورد این تکنیک‌ها بسیار خلاصه و فشرده میباشد. به عبارتی تا آنجا که ممکن است از توضیح اضافی خودداری شده است. بدون راهنمایی ماهرانه پرتوبخش انجام حالت‌ها و وضعیت‌های پرمفهوم پتنجلی بسیار کار سختی است، زیرا که ریزه‌کاری‌ها می‌توانند به سادگی از نظر پنهان شوند. سوامی با علم کامل و تجربه شخصیش در یوگا تمام زوایا و اشارات پنهان در پشت سوتره‌ها را به وضوح روشن می‌نماید. به عنوان مثال سوتره‌های 32 تا 39 که اساس و پایه اغلب تکنیک‌های تمرکز را توصیف می‌کند شامل هنر وانهادگی، سکوت ذهن، قفل زبان و غیره می باشد. ذکر یا ذکر ممتد به روشنی در سوتره‌های 27 تا 29 نشان داده شده. تغییر به وضوح معانی مخفی و محرمانه را روشن می کند و توضیح می دهد. شخصیت بشر به طور گسترده می تواند به 4 دسته یا جنبه اصلی تقسیم شود. جنبه احساسی، جنبه فعال، قوه درک مستقیم، سبک مزاج،
یا بخاری هم بهش میگن یا بخاری. پتنجلی به روشنی به این مسئله آگاه است و همچنین در نظر دارد که هر شخصی بر اساس قوی تر بودن یک یا چند جنبه در او دما و تمایلات متفاوتی خواهد داشت که دما هم بهش میگن. بنابراین او میدانست که مسیر یوگایی با توجه به مشخصات ویژه شخصیت هر فرد که موافق با یکی از این دسته ها باشد باید طراحی شود. در نتیجه او پیشنهاد می‌کند بهاکتی یوگا برای آنهایی است که تمایلات احساسی و از خودگذشتگی دارند. جنانا یوگا برای آنهایی است که طبیعتاً دارای قوه درک مستقیم هستند. او انعکاس و سوال و جواب در مورد معنای حقیقی عمر را پیشنهاد می‌کند. قصاید 27 تا 29 و همچنین مقدار زیادی از فلسفه سانیک ها را به عنوان درک عالی‌تر ترجیح می‌دهد. او همچنین معتقد است که تمام دانش‌های در ارتباط با ذهن محدود می‌باشند. راجا یوگا یا پتنجلی یوگا برای کسانی است که دارای نیروی اراده قوی می‌باشند. این زمینه اصلی تمام کتاب است. کارما یوگا برای آنهایی است که ذاتاً فعال می‌باشند. البته این به طور وضوح تذکر داده نشده ولی به صورت ضمنی در بسیاری از سوتره‌ها آمده است. به عنوان مثال اصل واجبات و اصل اجتناب اشاره به تمرین کارما یوگا در فعالیت‌ها و وظایف روزانه می‌کنند. همچنین در سوتر بهاکتی یوگا به طور ضمنی اشاره به کارما یوگا شده است. پتنجلی می‌دانست که موفقیت در بهاکتی یوگا به طور طبیعی موفقیت در راجا یوگا را به دنبال خواهد داشت. دانش یوگا کامل‌تر شدن راجا یوگا را هدایت می‌کند. او می‌دانست که شخص در مسیر راجا یوگا باید تمام وجودش را کامل کند. خودخواهی و کن‌ذهنی باید به هر طریقی که ممکن است از بین برود. تمام فعالیت‌های منفی و محدود کننده ذهن باید محو شوند. متوقف کردن تغییر و تبدیلات ذهنی به وسیله ویراگیا، انفصال و تمرین یوگا به دست می‌آید. این بیان تمام مسیرها و تکنیک‌های یوگا را در بر می‌گیرد. هیچ کدام مستثنا نیستند و همه به طرف موفقیت در یوگا رهبری می‌شوند. یوگا ادامه مرحله وی یوگا. بیشتر افراد می‌دانند یوگا به معنی اتحاد است. اما پتنجلی در یوگا سوتر یوگا را به عنوان پروسه جدا شدن می‌نامد. چگونه این تناقض توضیح داده می‌شود؟ این تناقض در چارچوب فلسفه سانکیا که اساس و پایه یوگا سوتر هاست توضیح داده می‌شود. سانکیا هستی و وجود شخص را به دو جنبه تقسیم می‌کند. پوروشا خودآگاه و آگاهی مطلق و پراکریتی طبیعت انرژی و تظاهر هستی. فراموش نکنید که این فقط یک فلسفه است و مانند فلسفه‌های دیگر مهم نیست. هرچقدر هم ظریف باشد هرگز نمی‌تواند به درستی حقیقت را نشان دهد. هستی و بودن مشخص موقعی که خودآگاهی یا آگاهی مطلق و طبیعت به طرف همدیگر می‌آیند رشد می‌کند. خودآگاهی اشاره به بیننده دارد و طبیعت اشاره به دیده شده. منظور از آگاهی مطلق وجود ذهنی است و طبیعت هم به معنی وجود عینی یا وجود خارجی میباشد. پروسه و تمرینات یوگا به وی یوگا مربوط میباشد. جدا کردن آگاهی از طبیعت، انرژی از ماده، بیننده از دیده شده، به معنی جدا کردن خودآگاه از هویت شخص با دستگاه ذهن و بدن می باشد. این جدایی و اختلاف بین خودآگاه و ذهن و بدن فقط به وسیله شخص قابل فهمیدن است. هیچگاه خواندن و صحبت کردن شخص را
از درستی و حقیقت این اختلاف آگاه نخواهد کرد. فقط تجربه شخصی مستغرق در اندیشه و تناوب این کار را خواهد کرد. این تجربه شخصی زندگی شخصی را تغییر خواهد داد. در واقع این تجربه فردی برنامه‌ای را عرضه می‌کند که بر اساس آن زندگی و بودن شخص فهمیده و دوباره تشخیص داده می‌شود. فرد یک بعد جدید را خواهد دید که هرگز قبلا در وجود خود به آن آگاه نشده بود. پروسه یوگا به طریقی طراحی شده است که ویوگا جدایی بین بیننده و دیده شده را به بار می‌آورد. سپس به طرف یوگا یا اتحاد به عنوان مرتفع‌ترین مکان راهبری می‌شود. اول از همه آگاهی مطلق باید جدا شود و سپس وقتی این امر حاصل شد اینطور به نظر می‌رسد که آنها یک چیز هستند. بنابراین ویوگا به طرف بلند مرتبه ترین درجه یوگا هدایت می‌شود. شرح دادن این پروسه به این طریق است که بگوییم خودآگاهی خالص با سطوح آگاهی پایین‌تر از طریق هویت غلط با بدن، ذهن، طبیعت گره خورده است. هدف یوگا آزاد کردن انرژی از ماده می باشد. سوامیجی یوگا را به صورت زیر تعریف می کند. به عنوان یک روش خودآگاه رابطه‌اش از درگیری‌های ذهن و دنیای بیان شده جدا شده است. یوگا یا همون اتحاد نتیجه آن خواهد بود. تجربه تفاوت و جدا شدن آگاهی خالص از ذهن و بدن منتهی به تحقق یگانگی همه چیزها می شود. تمام مسیرها و تکنیک‌های یوگا پروسه از بین بردن محدودیت‌های ذهن و بدن را به نحوی مورد استفاده قرار می‌دهند که دانش ماورای جهان مادی می‌تواند از میان آن با شکوه کامل پرتو افشانی کند. تکامل ذهن به اشراق خود به خودآگاه خالص منتهی می‌شود. طبیعت ذهن. روانشناسی مدرن تمایل دارد ذهن را به عنوان سرچشمه خودآگاه و هوشیاری در نظر بگیرد. پتنجلی موقعی که میگوید ذهن نمیتواند سرچشمه خودآگاه باشد چون به عنوان یک شی مشاهده می شود، به وضوح نقطه نظر یوگایی را بیان می کند. ذهن خودش را منور نمی کند. دانش مدرن گرایش دارد که هم ذهن و هم خودآگاهی هر دو را به عنوان بیان و تظاهر ماده در نظر بگیرد. یوگا از طرف دیگر میگوید که ماده در حقیقت شکل ضخیم‌تر و تظاهر ذهن است. ماده به وسیله ذهن کنترل می شود، نه ذهن به وسیله ماده. دنیای مادی که ما در اطراف خود می بینیم در حقیقت یک جنبه بیان ظریف‌تر هستی است. به جز این دو فرق اصلی، یوگا و دانش مدرن در مورد بسیاری از مسائل مربوط به ذهن اتفاق نظر دارند. بر اساس روانشناسی یونگ، ذهن را میتوان به 3 بعد مختلف تقسیم کرد: خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاه. اینها به شکل زیر با ترمینولوژی یوگا مربوط میشوند. ذهن آگاه که شامل بعد ضخیم، حالت بیداری و تفکر رونیایی و مشاهده دنیای بیرونی هستش. ذهن نیمه خودآگاه شامل بعد ظریف، حالت خواب، حافظه فردی، گرایش‌های ذهنی و ساما ساکرا هستش و ذهن ناخودآگاه شامل بعد معمولی، حالت خواب عمیق، ساماسکارا و حافظه کلی مربوط به عالم هستی هستش. این قلمروها شامل جنبه‌های غریزی، عقل، روان و درک مستقیم انسان می باشد. هدف پتنجلی کاوش حوزه‌های مختلف ذهن است، به طوری که آنها شناخته شوند. هدف ارتقا پیدا کردن از خودآگاه به نیمه خودآگاه و از نیمه خودآگاه به ناخودآگاه می باشد.
تعداد کمی از انسان‌ها عمق ذهن را درک یا لااقل آن را تصدیق می‌کنند. هیچ سیستم روانشناسی مدرنی برای تعریف محتویات ذهن کوشش نکرده است. با این حال ویاسا، یکی از عمیق‌ترین نظرپردازان یوگا سوترهای پتنجلی که احتمالاً 2000 سال پیش زندگی می‌کرده است، عملاً ذهن نیمه خودآگاه و ناخودآگاه را به 7 جنبه تقسیم کرده. این تقسیم بندی به قرار زیر است: 1. اثرات ذهنی فرو نشانده یا فرو نشنانده، اینجوری نوشته. 2. طرح‌ها و الگوهای رفتاری که باعث می‌شوند انسان از روش به خصوصی پیروی کند. این حافظه‌ها ممکن است مربوط به قبل از تولد باشند و اعمال، دردها و رنج‌ها، هوش و غیره را تعیین کنند. این جنبه ارثی انسان میباشد. 3. حافظه یا دانسته‌های نهان یا بیان نشده اتفاقات گذشته. این دانسته‌ها پنهان هستند و در ناخودآگاه جامع که ماورای حدود معمولی آگاهی شخص است حفظ می‌شوند. 4. غرایز غیر ارادی که کنترل خودکار اعمال فیزیکی و بدن پرانیک را به عهده می‌گیرند. ما یاد نمی‌گیریم چگونه غذا را هضم کنیم، زیرا قدرت این کار در ذهن انسان از قبل برنامه‌ریزی شده است. 5. پرانا، انرژی بیوپلاسمیک، خود ذهن یا بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر ظریف یا ضخیم باشد از پرانا ترکیب شده است. پرانا همچنین وسیله است برای ذهن تا وظایفی را بر طبق افکار انجام دهد. 6. تغییر و تبدیلات ذاتی ذهن به طور طبیعی طوری طراحی شده است که با ریتم علم هستی تغییر می کند. 7. توانایی‌های روان، توانایی‌های مافوق طبیعی تمایل دارند در حوزه ناخودآگاه جامع قرار گیرند. این یک لیست فشرده و مطمئناً محرک افکار می باشد و دلالت بر بعد دید و طبیعت ذهن می کند. این جنبه‌های مختلف به صورت تصاعدی در مسیر یوگا متظاهر می شوند. ذهن اشباع شده از رازهای هستی و تمام علومی که در گذشته، حال و نیز در آینده وجود خواهند داشت را در خود دارد. همچنین تمام طبقات از ظریف‌ترین تا عمده‌ترین بیانها را شامل می باشد. هدف پتنجلی یوگا به طور تصاعدی برطرف کردن محدودیت‌ها و پوشش‌هایی است که روی ذهن وجود دارند. این امر به منظور کاوش و بهره برداری و باز کردن پتانسیل ذاتی ذهن انسان و شکل دادن تدریجی آن به صورت یک دستگاه و بازتابنده ذهن در عالم هستی است که ذهن انسان نیز جزئی از آن است. هدف پتنجلی یوگا و مسیرهای دیگر یوگا فراتر رفتن و پریدن در شکاف ماورای خودآگاهی غیر ذهنی. مافوق روان. در زمان سانسکریت توانایی‌های روانی به نام سیتیس نامیده می‌شوند و آن شامل تلپاتی، روشنبینی، بصیرت و یک طیف وسیع از توانایی‌هایی است که کمتر شناخته شده‌اند. این حالت‌ها در قلمرو ذهن شخص برتر از طریق واسطه به وقوع می‌پیوندند. سیتیس در ناخودآگاه اجتماعی، جایی که اذهان، افراد و اشیا به صورت دوستانه به یکدیگر متصل شده‌اند، رشد می‌کند. این امر می‌تواند در گذشته، حال و حتی در قلمروهای ماورای زمان و فضا به وقوع بپیوندد. اگرچه ممکن است این حالات باور نکردنی به نظر برسند و تقریباً هنوز ادراک و تفسیر آنها در خود ذهن میباشد. در سالهای اخیر در روسیه و جاهای دیگر به وسیله تجارب علمی پدیده‌های روانی مختلفی را با دستگاه اندازه‌گیری کردند.
لکن این آزمایش ها در حقیقت لازم نیست، زیرا انسان تعدادی از آنها را شخصاً در مسیر یوگا کشف می کند. تعداد زیادی از سوتره‌های پتنجلی بخش وسیعی از روش‌ها و برنامه‌های روحی معروف و در عین حال مبهم را تشریح می‌کنند. به هر حال این متن به طور روشن اخطار می‌کند که انسان نباید طالب رسیدن به این توانایی‌ها باشد یا به طور تفریحی با آنها برخورد کند. اگر این تمرین‌ها در مورد مقاصد خودخواهانه مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند برای خود شخص و دیگران خطرناک باشند. قصد یوگا رواج و توسعه نیست، بلکه بارور کردن درک ذات حقیقی شخص میباشد. پرتوجویان روحی از مناظری عبور میکنند که آن مناظر فقط زمانی تحقق مییابند که ذهن یکپارچه و تصفیه شده باشد و در واقع باید انفصال نسبت به آنها وجود داشته باشد. در مسیر یوگا وسوسه بیشتر و بیشتر ضعیف می شود. مقاومت در برابر وسوسه هایی که با توانایی های روانی بازی می کنند سخت است. با این حال اگر شما این کار را انجام دهید آسیب خواهید دید و خسارت ناشی از آن سنگین خواهد بود. تمام مقدسان و یوگی های بزرگ من جمله عیسی و بودا درباره نبردشان با وسوسه سخن میگویند. خوشبختانه این تموجات روحی به ندرت در ذهن افراد خودخواه رشد می‌کند و اگر هم بکند هرج و مرج کامل در ذهن و قلمروهای ظریف‌تر روان به وجود می‌آورد. بنابراین یوگا را برای کسب توسعه تمرین نکنید، بلکه اول از همه امیال خود را در دنیای مطمئن‌تر فیزیکی ارضا کنید. اما دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این کتاب مربوط به ورزش یوگا نیست، چون ورزش یوگا در ایران و فرهنگ فارسی ما رواج داره. اما این تمریناتی که اینجا عنوان شده برای یوگای ذهن هستش، یوگایی که روح رو از جسم جدا میکنه و شامل مانتراها و رمدی‌های هندی هستش که اگر کسی در این وادی پا بگذاره حتما یک تارک دنیای مادی خواهد شد. امیدوارم که اگر از این مطالب خوشتون اومده این کتاب رو تهیه کنید، با اینکه بسیار کلمات سختی داره ولی لذت بخش هستش. از اینکه با من همراه بودی سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.